صلی الله علیه و سلم با یک جای باول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد، پرسید که جناب رسول الله با کجا باول کرده. سبحان الله بگوین برادران عزیز. بالاخره از بویش یاد، بوی عطر میداد باول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که باول معطر شما را نوش جان کردم. زمانی میتونیم مردم رو درست به اسلام دعوت بکنیم که اول اسلام از این چنگال ملاها بکشیم. نبود فهم درست و نبود اخلاص بحران ایجاد کرده که تو دین میگی اولین تکرت با ملا میشه و این واقعا بحران است و این خطرش گفتیم خودی از اینا را که رفتن به هلاکت که الله نجاتشون بده، جامعه را که خود میبره. جامعه ما دینگریز شده و نوعی به حد دین ستیزی رسیده. یکی از عوامل کلانش نبود فهم درست و نبود اخلاص واقعی در بین علما و دعوتگران هستند که به نام دین گپ میزنند. و به همین خاطر یکی از استادای ما گپ بسیار جالب میگفت ما گاهی وقتا احساس میکنیم وقتی در میدان دعوت آدم میره احساس میکنیم همین دین در چنگال یک ایده خاصی همون تو باسته مونده. او شوخی میگفت ما زمانی میتونیم مردم رو درست به اسلام دعوت بکنیم که اول اسلام از این چنگال ملاها بکشیم. یک تعبیر میکرد، میگفت اول ما میتونیم به خاطر اینکه واقعا تو بحرانزا شده دیگه، این بحرانزا شده، نبود فهم درست و نبود اخلاص بحران ایجاد کرده که تو دین میگی اولین تکرت با ملا میشه و این واقعا بحران است و این خطرش گفتیم خودی از اینا را که رفتن به هلاکت که الله نجاتشون بده، جامعه را که خود میبرن. اینی خطرناک است. ما از اینش میترسیم بیشتر. دقت کنید. خب الله تعالی صدا میکنیم که برای ما توفیق قضیه بده که در قلب مخلص باشیم و ابتدایش همیست که اینمی حس در قلب ما پیدا شود. اولین راه حل همیست که امی حس پیدا شود که خود ما به همین درجه خدا برسونیم. وقتی میگه میگه که مادام مخلص باشید تو میرسید میگه که مردم به اخلاص دعوت میکنه، تو خود دیگه مخلصی. فهمیدین؟ اینی خیلی خطرناک است. و حتی مواردی تو میخوایی که مخلص باشی، پیش خودت مخلص باشی، شیطان باز میاد برای خودت میگه مخلص باشی. یعنی در هیچ حالت خلاصه آدم رها نمیکنه. خلاصه گپیست، در هیچ حالت رها نمیکنه. شما هم در همه حالات باز باشه دشمنیتون ادامه بدید. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. مردم نعوذ بالله دورته گمراهی و دلالت و خرافات و بدعات و شرکات واقع میشه توسط علمایی که بی علم است. خود شما شنیدید، براتون واضح است. یک عالم میگه ما در روز قیامت به امام ابو حنیفه رحمه الله چی جواب میدیم؟ در روز قیامت ما در ابو حنیفه رحمه الله چی جواب خواهد داد؟ دین با ما تیار کرده آمد، مذهب با ما تیار کرده آمد، 4 تا قطاع طریق آمدن، اونها والله ما موحد هستیم، والله ما فلان هستیم، میزنه به جان علمای گذشته ما. این عالم است. وقتی که یک مقتدی گپی عالم بشنوه، مقتدی در ذهنش میگرده که بله در روز قیامت امام ابو حنیفه رحمه الله یک سوال و جواب از ما داره غیر از الله سبحانه و تعالی. اونجا سوره فاتحه را میخوانه مالک یوم الدین، اختیاردار روز جزا کیست؟ الله سبحانه و تعالی است. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، روزی که هیچ نفس به نفس دیگر هیچ چیز را در اختیار نداره بدون اذن الله سبحانه و تعالی. پس امام ابو حنیفه رحمه الله از کجا از مردم سوال بکنه که در کدام راه رفت؟ عالم در مجموعه بزرگی که علما نشسته، حتی در اون مجلس سر شنگار هم نمیشه که تو گپت خطا است لااقل پرزه روان شد. شما بگویی که مردم کدام طرف بره؟ عقیدش به الله جور شوه یا نه که به مخلوق جور شوه؟ به کدامش جور میشه؟ بگویی کجاست؟ عقیده کدام طرف میره؟ عالم دیگه ما میخیزه میگه کسی که امروز قرآن و حدیث میگه او کفر است. یک کسی به نام مولانا ابراهیم پاکستانی بود، یک چند وقت سلفی شده بود، فاش بگوییم وابی شده بود. رسانه ها و رادیوهایی که قرآن و حدیث نشر میکنه کفر است. ایمان تقلیدی است نه استدلالی میگه. ایمان تقلیدی است. الله اکبر. تو الله را نمیشناسی که یک گونه است. تو ایمان تقلیدی است. عجیب است. او خود میگه در جلسه دستاربندی به علما خطاب میکنه، دستش
موسی میشه. امی آدم میگه کسی که قرآن و حدیث میگه کفر است. شما بگوی که عوام چی فکر بکنه؟ هر کسی که قرآن برش باز میکنه، ترجمه میکنه یا حدیث برش باز میکنه، میگه نه این کفر است، نعوذ بالله. ما نیاز به این گپا نداریم. از یا علم چی برداشت بکنه؟ علماست، دستاربندی است، بس او علم نشسته است. حتی یک ادنا انکارم سری علم نمیشه. عالم دیگه ما میگه بول رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرون رفت کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک جای باول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم، ام ایمن برآمد، پرسید که جناب رسول الله با کجا باول کرده. سبحان الله بگوین برادران عزیز. بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد بول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که بول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن داره خودی روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خوب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد، بول ما برود، شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. بولی که در بیرون شود در دشت اون نوشیده میشه، او باقی میمونه، رو خیمه زمین جذب میکنه. مقصدش مواد غایت است. نعوذ بالله، نعوذ بالله. در یک حدیث صحیح کسی ثابت میکنه که مواد غایتی پیغمبر اسلام کسی خورده باشه. نعوذ بالله. دعوت به این میده که مردم مواد غایتی پیغمبر اسلام خواست دنیا رحلت کرده. اون جناب پیر صاحب میگه که از مرا نعوذ بالله آب دستی مخلوق مردم نمیشوه، نمیخوره، نخورده. مردم کدام طرف حرکت میکنه؟ مردم میگه مولوی سے بسیار جدی گپ میزنه. به الله قسم این حالت که میبینی و پیش مردم خود دین اهمیت نداره، سری گپا نمیدانه. کسی که دین پیشش اهمیت نداره خبر داری که این مخلوق قطر بدر کردن و جهنم روان کردن نیست. دیگه بگویه که نعوذ بالله الله یک قریه را عذاب میداد. جبریل امین امر که تیر عذاب بده. پس به الله سبحانه و تعالی میگه به خاطر احترام بزرگا و ریش سفید میگه که ریش سفید که احترام داره. پس میگه به الله گفت که نمیشه یک ریش سفید لواتت میکنه بابتا کاری خود خلاص نکرده. نعوذ بالله. الله گفت که معطل کن. این کفریات از کجا گفته میشه؟ عالم ما یا سر منبر هزاران نفر نشسته گریان برش میکنه و مردم کدام طرف برید؟ چی بکنید؟ عالم است. عالم دیگه ما میگه پیر ما میالی از قبر مرا میبینه و تصرف داره در وجود ما. اگر یک توجه سلبی بکنه علم از ذهن ما میروه و قیوم الزمان است، یعنی تدبیر کل دنیا و کائنات او میکنه. یک عالمی که طور گپ باز بزنه مردم کجا میره؟ عالم دیگه ما میگه برای رواج بدعت او چه میگه پیغمبر علیه السلام سیرتش باید شب و روز بیان شود، ولی مردم خو آماده نیست که سیرت بشنوند. لا اقل یک روزی 12 ربیع الاول خو سیرت بیان کن. یا علم دانی سیرت را نشناخته که سیرت پیغمبر کل زندگیش است 23 ساله. کل قرآن سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. احادیثی که متواتر سیرت کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این طور در یک ساعت و در یک روز برای شما پخته کردن بیان میکنی. چی گله کنی؟ عالم دیگه ما میخیزه میگه این حدیث عقل قبول نمیکنه، تاویلات میکنه. نعوذ بالله. میگه والا اگر مرد زن بشویه چی رقم میشه؟ چی رقم میشه؟ در کجایش سعی کنه؟ این نفرهای دیگه که امرویش هست این کجا را سعی کنه؟ شما مرده را نوچ میشوید؟ مردم بیگانه را میاره سری مرده؟ تامی ساعت کتی سیاست یگانه شخصی که حلال است برش دیدن عورت یکی دیگه و جسم یکی دیگه کی است؟ زن شما. و امی زن در روز قیامت اگر هر دو مسلمان و جنتی باشه امو زنش است، دیگه زن نمیشه، دیگه حورا برش داده میشه، امی زن میشه.